واه واه غلام صاحب پشت ما ده آسمانا میگشتی ده زمین پیدا کردیم. اول خانم حاجی غلام شوقی است. حاجی غلام شوقی فکر کردی که من نمیخوایم پیسایت پس بدم. حالا تو بد نکردی که نماندی کمی آبرو عزتم نره. حالا پولایت که من ندادیم تا بالا حداقل باید جواب زنگ تو را خو میدادم. من میفهمم که دستت بند است. اینا جوانی را خو حداقل تو یک روز دو روز نیست که میکنم. عین 5 سال است. سل کو تو مرا یک هفته وقت میتی. اگه پیسیت دادم خدا دادم، اگه ندادم میری سر مریضه میکنی. و بچه چی گفتم میری گنس استی و ما را گنس میزوزی؟ سیکو جی غلام شوقی تو مرا یک قسم نمان. تو که مرا یک قسم آزاد بانی ای پیسیت ده 10 سال دیگه من خود دادم. او بچه کدام درس و خوب شناسی خواندی؟ نه آجی صاحب حسن نظرتون است. این گپا که هست یا از تجارب تلخ است. تو تلخترش بساز ده سرم. او بچه یک قسم معلوم میشه شیر خونده میری. عقلت از دست دادی؟ برو همی 2000 روپا صدقه سرت نخواستی؟ نه آجی صاحب تو مرا یک قسمی نمیمانی. این حالا که تو ای کار کنی مدام ای کار عادت میکنم. یا پاک پروردگار او بچه چی گفته میری؟ او بچه ما مسجد رو ایستم بیا که مسجد برو یک مسمت رو ده مسجد ندیدیم. شیطان های زیاد قوی شده. مگام یگانتش خود بسکلان ازت.